میخوام راجع به مفهوم تابع براتون امروز توضیح بدم. نگاه کنیم بچه ها، تابع ما قبلا تو دستگاه مختصات خب یه نقطه مثل چی داشتیم x و y، خب که به این میگفتیم محور x ها، درسته؟ به این هم میگفتیم محور y ها. یا این عرض بود یا چی؟ طول. و به پس مؤلفه اولمون x، مؤلفه دومم چیه؟ y. خب یعنی الان من میخوام مثلا 3 و 4 رو محور مختصات مشخص کنم، میام میگم که این مثلا اولی x دیگه از x تا جدا میکنم، دومی y از y هم 1 2 3 4 تا جدا میکنم. اینجا میشه نقطه مثلا 3 و 4. پس همواره یادتون باشه مؤلفه اول x، مؤلفه دومم چی؟ y. حواستون به این باشه. یا مثلا الان میخوام مثلا چیز انتخاب منفی 1 و مثلا 0، منفی 1 اینجا 0 y نداریم دیگه، پس همین نقطه میشه منفی 1 و 0. خب نگاه کنیم به هر یک از اینایی که من اینجا گفتن بهش میگیم یک زوج چی؟ مرتب. پس هر موقع چنین رابطه ای دیدین خب میشه زوج مرتب. یعنی الان مثلا 5 و 2 یه زوج مرتبه، درسته؟ یا مثلا 6 و 3. در حالت کلی من زوج مرتب به صورت x و y می نویسم. این فرم کلی چیه؟ زوج مرتبه. خب حالا میریم راجع به تابع ما کمی بحث میکنیم. نگاه کنید برای تابع ما 3 تا حالت داریم. یه نمایش پیکانی داره، یکی هم به همون صورت زوج مرتبی که گفتم، یکی هم به صورت چی؟ نموداری. خب پیکانی چیه؟ یعنی از هر عضو دامنه فقط یک پیکان خارج شود. یعنی چی؟ مثلا نگاه کنید، من یه به این صورت دارم، این مثلا آی من، اینم چی؟ بی ما، درسته؟ خب بعد من مثلا چند نقطه عدد میزنم، مثلا 2 منفی 1 4، درسته؟ اینجا میشه 5 6 7. خب مثلا 2 میره به 5، منفی 1 میره به 6، 4 هم میره به چی؟ به 7. نگاه کن از هر عضو، نگاه کن این ورودی، نگاه کن از اینجایی که شروع میشه دامنه، نگاه کن شروعش، نگاه کن، و اینجا که خارج میشه چی؟ بهش میگن برد. این دامنه این برد. پس ورودی های ما میشه در واقع دامنه همون ورودی و همون x مونه، یادتون باشه، و بردمون همون خروجی و همون y مونه. اینا رو بعدن جلوتر ببین، هر عضوی که از دامنه من انتخاب کنم ازش یه دونه پیکان خارج میشه. نگاه کن آیا عضوی در دامنه وجود داره که 2 تا پیکان خارج میشه؟ خیر. پس اگر از هر عضو دامنه یه دونه خروجی داشته باشیم پس این میشه چی؟ تابع. ولی اگر من داشته باشم به این صورت، نگاه کن مثلا این باز دامنه آ، اینم چی؟ بی. خب مثلا باشه 2 3 4 5 6. خب
الان اینجا مثلا 2 بره هم به 4 بره هم به 5، 3 بره به 6. نگاه کن اینجا الان از دامنه این دامنه من چند تا خروجی داره؟ 2 تا خروجی. نباید در تابه ها از دامنه من 2 تا خروجی داشته باشه، پس این نمیتونه تابه باشه. بعد مثال بعدیش مثلا نگاه کن به این صورت، آ اینم مثلا باشه چی؟ بی. خب مثلا باشه 2 4 6 7 و 1 5 6. نگاه کن 2 مثلا بره به 1، خب 4 هم بره به 5، 6 هم مثلا بره به 6. خب آیا این تابه است؟ اگر نگاه کنید اگر در دامنه من یک عضوی داشته باشیم که به هیچ جا نره، یعنی یه عضو چی؟ تنها، نباید در تابه دامنه من، خب فقط اینجا رو کار دارم، در دامنه من نباید این تابه، پس نباید عضو تنها در دامنه وجود داشته باشد. این نمیشه چی؟ تابه نیست. حالا حالت دیگه نگاه کن، داشته آ اینم بی، مثلا باشه 3 4 5 6 7. خب این 3 میره به 6، 4 هم میره به 6، 5 هم میره به 7. آیا این تابه است؟ نگاه کن هر ورودی، فقط ورودی رو نگاه کنین، اصلا به اینجا کار آیا ورودی های من یه دونه خارج شده؟ بله. نگاه کن پس این میشه تابه. اشکال نداره خروجی 2 تا داشته باشیم ولی ورودی باید یه دونه داشته باشیم که حواستون باشه. به این طرف میگن دامنه که ما جلوتر خیلی باش کار داریم، به این طرف هم میگن چی؟ برد. این حالت پیکانی تابه است. الان مثلا آیا یه چنین چیزی میتونه تابه باشه؟ 3 4 6 7 8 9. این بره به این، این بره به این، این بره به این، اینم بره به این. خیر اینم تابه نیست چون از یک ورودی 2 تا خروجی داریم. پس این شد نمایش پیکانی تابه. حالا میریم سراغ نمایش زوج چی؟ نمایش زوج مرتب. که زوج مرتب گفتم به چه صورت نمیشه؟ میشه x و y. در حالت زوج مرتب نگاه کن، این در زوج مرتب x اولی میشه دامنه، y منم میشه چی؟ برد. یا x یا این ورودی یا این چی؟ خروجی. اینو همیشه حواستون باشه. خب من میخوام ببینم که تو زوج مرتب چجوری تابه است. اینطوریه که برای هر x یک y وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی الان نگاه کن من مثلا تا آ رو می‌نویسم، مجموع آ رو مثلا 2 3 بعد 4 و 5 6 و 7. خب اینو نوشتم درسته. برای اینکه نشون بدی این تابه است یا نه باید بری اولی ها رو نگاه کنی. اولی یعنی همون چیا؟ ایکس ها، همون دامن ها. آیا اینا همه شبیه همن؟ خیر. وقتی فهمیدی که اینا مشابه نیستن، یعنی این با این یکی نیستن، پس این میشه تابه است. پس وقتی شبیه هم نباشن، مشابه نباشن، تابه است. چیا مشابه نباشن؟ ایکس ها یا هم مؤلفه‌های اول. ولی آیا این تابه است؟ بی برابر است با 2 و 3 3 و 4 2 و 4. آیا این تابه است؟ نگاه کن مؤلفه اولش رو نگاه کن 2 3 2. نگاه کن این دوتا شبیه هم شدن، پس این تابه نیست، نباید شبیه هم باشه. خب یه مثال دیگه بزنم. مثلا 30 برابر است با
2 و 3 3 و 4 و 2 و 3. این تابه است. نگاه کن مؤلف اولش نگاه کن شبیه هم، ولی اگر نگاه کنی این کلا با این یکیه. بس من میتونم یکی رو خط بزنم، پس میتونم بگم این تابه است. خب این حالت زوج مرتب بودن تابه است. حالا یه مرحله آخر، حالت نموداری. نمودار چیه؟ نگاه کن، ما گفتیم که این دستگاه مختصات این محور x، این محور y. اگر من بیام خطی موازی محور y رسم کنم، چی؟ خطی موازی محور y، نمودار تابع رو در یک نقطه قطع کنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان اینجا مثلا این به این صورت این خط اینطوری کشیدم، من میام یه خط موازی محور ایگرگ رو رسم میکنم مثلا اینطوری. در چند نقطه خط کردم؟ یه نقطه، پس این تابع است. یا مثلا این شکلی رسمش میکنم، الان یه خط موازی محور ایگرگ رو در چند تا نقطه خط کرد؟ 2 تا نقطه، پس این تابع نیست. تابع نیست، این تابع است. یا مثلا اینطوری رسمش میکنم، این تابع است؟ مسلما نیست دیگه. نگاه خطش رو بکشم در 2 تا نقطه خط کنم، پس تابع نیست. خب یا مثلا نگاه کنید چند تا نکته حالت اول یک بر نمودار تابع دارم میگم. اینجا اگر مثلا بیام تو این نقطه نگاه کن، اینجا تو خالی باشه، اینجام تو خالی باشه، درسته؟ بعد من بیام خطی موازی محور ایگرگ رو رسمش کنم. خب اینا تو 2 تا نقطه خط کرد، ولی چون هر دو تو خالی ان تابع است. تو خالی یعنی شاملش نمیتونه باشه. حالت بعدی مثلا این خب یکی اینجا باشه، یکی هم اینجا باشه. خب بازم یه خطی موازی محور ایگرگ رو دوباره رسمش کنم، بازم این تابع است چون یکی تو خالیه. خب ولی اگر اینطوری داشته باشم، این حالت سومه. خب ولی اگر اینطوری داشته باشم، اینجا توپر، اینجا مثلا توپر. خب در این حالت اگر بیام خطی موازی محور ایگرگ ها بکشم، در چند تا نقطه خط کرد؟ در 2 نقطه، پس این تابع نیست. چرا؟ چون هر دو تا پرن. وقتی پرن یعنی هم دقیقا این نقطه رو شامل میشن. خب. پس حالتی که هر دو تو خالی یا یکی تو خالی باشد تابع است. ولی اگر هر دو پر باشند تابع نیست. خب این رو نموداری نگاه کنیم. خب حالت نموداری